اولین پرایم بارسلونا. من از 10 به این میدم 8. این برای مزه بعدیشون استرابری بانانا. برای پرایم بایر مونیخ یخاش باز شده اینطوری آبدار شد. بعد نمیدونم این دراشون چرا 10% کاکانات واتر، یه کاکانات داره، نارگیل داره. از خیلی خاصی نمیدونم، خوشم نمیاد آقا. از 10 به این میدم من 7. بریم برای تست ترکیب برندمون. ترکیب بزرگ، ترکیبی که از بزرگترین پرایم های تاریخ ساخته شده، بزرگترین ترکیب جهان. بچه یه خورده هم ظرفم کثیفه، حالا به اون دقت نکنید. بریم تست پرایم مرگبار.